بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب انشاءالله درس امروزه در مورد مدی لازم باشد. درس امروزه و درس هفته آینده یعنی درس 11 درباره مدی لازم باشد، یعنی که به دو قسمت تقسیمش کردم. پیش از آن که آغاز کنیم درس رو، متن را میخوانیم. ناظم میگوید ولازم این سکون اصیل وصلا و وقفا بعد مد طویلا. من این آخران بیت رو گذاشته بودم از قسمی، از بخشی قبلی، برای آن که دایر بر مد لازم هست. گفتم که با قسم های مد لازم یک جای این رو گذاریم و بعدا ناظم ادامه میدهد به اقسام المد اللازمی. أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. تو اینجا انشاءالله برای درسی امروزه میگذاریم و قسمتی بعدی این رو تا آخرش برای درسی 11 میمونیم. خب اولا ناظم میگوید ولازم این سکون اصیله، یعنی که این قسمی مد رو برای ما معرفی میسازد. و لازم است اگر سکون اصلی باشد، هم در وقف و هم در وصل پس از مد دراز کردن، یعنی که دراز کردن لازمی هست. یعنی حکم سیوم مد فرعی مد لازم هست یا اینکه لازمی هست. لزوم اگر باید داشته باشید به 3 قسم تقسیم کرده بود ناظم، و وقتی تطبیق می شود که سکون اصلی باشد و پس از حرف مد آید، هم در حالت وصل و هم در حالت وقف. و در اینجا در آخرش طویله که می آید، این کلمه طویله اشاره به آن دارد که مد در این حالت باید به مقدار 6 حرکت خوانده شود، بجز در این 2 حالت ها. یکم حالت این است که حرف عین در اولی سوره های مریم و شورا، در اولی سوره مریم کاف ها یا عین صاد که می آید، این عین رو در نظر داریم، و در اولی سوره شورا عین سین قاف که به مقداری 4 یا 6 حرکت خوانده می شود. در اینجا یعنی قرائت کننده اختیار دارد. و دوم حالت این است که حرف میم در اولی سوره آل عمران، چون که الف لام میم بعد لفظ جلاله می آید الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی الف لام میم بعد الله می آید، لفظ جلاله می آید که هنگام وصل با بعد آن 2 یا 6 حرکت خونده می شود. یعنی که اگر انسان انتخاب کند که الف لام میم را با اون چیزی که پس از آن می آید پیوست کند و بگوید که الف لام میم الله، در این حالت دو اختیار دارد، یا می تواند که با دو حرکت دراز کند یا اینکه با مقداری 6 حرکت دراز کند. این مد را مد لازم می نامند، زیرا که سبب آن هم در وصل و هم در وقف باقی میماند و مقدار آن 6 حرکت است که همه قاریان آن را همین گونه میخوانند. اکنون احکام المد اللازمی میگذاریم به قسم بعدی. میگوید که قسم ها اقسام لازم لدیهم 4. نوع های مد لازم 4 تا میباشند و آنها کلمی و حرفی هستند. چطور که میبینید این را هم کلمی گفتن ممکن است، یا کلمی، بعضا کلیمی هم میگویند. یعنی اقسام مد لازم، قسم های مد لازم نزد قاریان 4 تا می باشند. 2 قسم اول مد لازم کلمی و مد لازم حرفی می باشد، این باید کلمی و حرفی باشد. هر کدامی از این 2 نوع به 2 قسم دیگر جدا می شود، مخفف و مثقل، که در نتیجه 4 قسم حاصل می شود. مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، بعد مد لازم حرفی مخفف، مد لازم
حرفی مثقل که در بیت بعدی هم به همین اشاره هست، میگوید که کلاهما مخفف مثقل، هر دو هم مخفف و مثقل دارند و این 4 نوع به طور مفصل شرح داده می شود. یعنی که اگر ما از صفر سر کنیم، دوباره آغاز کنیم که سبب مد لازم چیست یا مد لازم قاعده اساسیش چیست، این آن مد را گفته می شود که وقتی پس از حرف های مد که الف، واو، یا می باشد، پیش از آنها حرکت مناسب باشد و پس از این حرف ها شده یا اینکه سکون به وجود اگر آید، این را گفته می شود مدی لازم که باید به مقدار 6 حرکت دراز کرده شود و غیر از آن نوعها یا آن مثال هایی که استثناء می شوند که در یکی از صحیفه قبلی من برای شما اشاره کردم. اما در حالت های عمومی برای 6 حرکت باید دراز کرده شود و این به 2 قسم اساسی اول تقسیم می شود و هر دوی این 2 قسم ها هم نوع مخفف دارند هم مثقل. اگر مخفف گویم این اشاره هست به داشتن سکون یا موجود بودن سکون پس از حرف های مدی و اگر مثقل گویم این اشاره به موجود بودن شده هست پس از حرف های مدی. خب این شکل را به فکرتان انشاءالله گیرید و این چونین این 2 نوع اساسی را به یادتان گیرید که مد لازم میتواند کلمی باشد یا حرفی، یعنی که در کلمه ها با وجود آید یا اینکه در حرف ها، و هر دوی این نوع ها میتواند مثقل باشد یا اینکه مخفف. میگذاریم به صحیفه بعدی. ناظم میگوید فإن بکلمة سکون اجتمع، اگر سکون در یک کلمه با حرف مد جمع شود، یک جا آید، آن را کلمی میگویند. یعنی که البته هدفش این است که اگر پس از حرفای مد در یک کلمه اگر سکون آید یا اینکه شده آید، البته در اینجا کمی با اختصار میگوید، اما یا سکون باشد یا شده، چون که شده با ما چی اشاره میکند که در اینجا اول سکون هست و بعدا حرف متحرک. خب پس در اینجا وقتی که سکون میگوید گویا که هم به سکون و هم به شده اشاره میکند. هدفش این در کلمه ها گفتنی هست، یعنی که هدفش در این بیت همین است که کلمه ها رو از حرف ها جدا کند، کلمه های قرآنی رو از حرف های مقطعات جدا کند. یعنی که این گپ رو گفتنی هست که اگر سکون در یک کلمه، سکون یا اینکه شدت در کلمه آید پس از حرف های مدی روبرو شود، اینها رو ما کلمی میگوییم یا کلمی میگوییم. در اینجا ناظم معنای مدی لازمی کلمی رو توضیح میدهد. یعنی اگر پس از حرف مد سکون اصلی در یک کلمه قرار گیرد، این مدی لازمی کلمی نامیده می شود و کلمه وقع در این آخرش تکمیل کننده بیت هست. از این سبب است که اگر ترجمه هم نشود، الکی در درون همین ترجمهش معنایش معلوم هست. بعضی مثال ها مثلا الصاخه، الطامه، این کلمه ها رو نظر کنید. در تمام این کلمه ها یعنی تمام این کلمه ها مثال های مدی لازم می باشد. ببینید در اینجا ما داریم الف، پیش از آن فتحه هست و پس از این یعنی که این حرف مدی ما هست. در این دویمش این حرف مدی ما هست. خب الف ما قبلش فتحه هست، در اینجا هم الف داریم ما قبلش فتحه هست و این چونین واو داریم که ما قبلش ضمه هست. در اینجا هم الف داریم ما قبلش فتحه هست. در تمام این کلمه ها ما چی داریم؟ حرف مد داریم و ببینید که پس از هر حرف مد در تمام این کلمه ها چی می آید؟ شده می آید و شده به ما اشاره می کند که در اینجا از همین حرف دوتا هست، یکمش سکونی اصلی دارد، دویمش متحرک هست، یعنی که سکونی مدغم شده یا ادغام شده در اینجا وجود دارد. کلمی یعنی در کلمه. بله، پس در اینجا چون که خا گویا که سکون دارد، شده دارد، پس از حرف مد ما اینجا باید همین حرف مد را باید به 6 حرکت دراز کنیم. صاخ، خب دراز کردیم. در اینجا هم طامه،
و در اینجا دو موقع داریم، دو جای داریم که باید دراز کرده شود. توحج و جون، یعنی که در اینجا دو حرفی مد داریم و پس از هر دوی حرف های مد شده داریم. در اینجا الف پس از الف مده جیم داریم که بالایش شده هست و در اینجا واو داریم، واو مده که پس از آن نون مشدده هست. از این سبب است که در دو موقع باید این رو دراز کنیم و این چونین کم وقت بدهیم برای حرفی مشدده. پس این رو باید بگویم اتحجونی، یعنی که هم در اینجا دراز میکنیم و هم در اینجا دراز میکنیم. خب البته طامه رو اینجا دراز میکنیم. در اینجا دابه. خب این در این کلمه ها امیدوارم که مثالی مدی لازمی کلمی رو فهمیدید و در تمام این مثال ها مثال های کلمی مثقل هست. مثقل از سببی که پس از حرف مده ما شده میبینیم. بعضی مثال ها رو در آیت ها هم در اینجا برای شما گذاشتم. ولضالین. اما جای اساسی این است که ما پس از حرفی الف مده لام مشدده داریم. پس در اینجا چی می شود؟ مدی لازمی کلمی مثقل باید تطبیق شود. در اینجا طامه علاقه برای شما پیش کردم و اتحجونی فی الله. خب تمام این مثال هایی که می بینید از سببی که پس حرفی مده شده می آید، از این سبب اینها رو ما نه فقط کلمی میگوییم یا کلمی میگوییم بلکه مثقل هم میگوییم. و از سببی که تمام مثال های صحیفه قبلی برای کلمی مثقل بود، برای شده بود، در اینجا من برای شما یک مثال رو پیش میکنم که برای کلمی مخفف هست و این هنگامی به وقوع می آید که پس از حرفی مد اگر حرفی ساکن آید یا اینکه سکون رو ببینید. در این حالت ما باید که البته برای 6 حرکت دراز کنیم، اما نام این دیگر می باشد. این مد لازمی کلمی مخفف حسابیده می شود و این تنها در یک کلمه به وقوع می آید که کلمه الان می باشد که در دو آیت های سوره یونس پیش می آید، اما عموما گفته می شود در یک جای قرآن چون که در یک کلمه هست. در هر دوی موقع ها در کلمه الان می باشد و در این کلمه شما نظر کنید. در اینجا ما داریم الف مده چون که پیش از این فتحه هست و پس از الف مده در کلمه قرآن که کلمی می گوییم چی پیش می آید؟ سکون پیش می آید، سکون بالای لام و پس از این همزه هست و الف مقصوره هست و نون هست. پس از سببی که پس از حرف مدی که این حرف مدی ما هست الف مده هست چون که سکون در کلمه قرآن پیش می آید، این رو ما میگوییم مد لازمی کلمی مخفف. یعنی که مخفف معنای لغویش سبک هست و مثقل وزنین، گویا که چون که سکون خودش تنها هست این رو سبک گفته می شود و شده چون که گویا که دو حرف رو در بر می گیرد این رو وزنین گفته می شود. این طور می توانید به یاد بگیرید. مخفف است. این رو هم همین حرف مده رو باید که به 6 حرکت دراز کنیم. الان. خب این است مثال برای بخش دومی کلمی، مد لازمی کلمی. این شد مخفف و در این صحیفه قبلی بود مثقل. اکنون میگذاریم. ناظم میگوید او فی ثلاثی الحروف وجد والمد وسطه فحرفی بدا. یعنی اگر سکون، خب ترجمهش این است که یا اگر در حرف های سه‌گانه باشد، یعنی که در حرف هایی که از 3 حرف عباره هستند
یعنی که در نطق از 3 حرف ساخته می شوند، اما نام یک حرف می باشد و مد در مابین باشد، آن را حرفی می نامند. هدفش، مقصد اساسی این صحیفه همین قدر هست که در اینجا ذکری حرفی را کند. از این سبب است که حرفی در اینجا با رنگ سرخ می آید که اشاره کند به ما که در اینجا هدف اصلیش آشنا کردن یا اینکه معرفی ساختنی بخشی حرفی می باشد. یعنی که اگر حرفی مد در مابین حرفهای مقطعات اگر به وجود آید، پس این مد را مد لازم حرفی می گوییم و این هم مثقل دارد و هم مخفف. یعنی اگر سکون با حرف مد در حرفی که از 3 حرف عبارت است و حرف میانش مد باشد جمع شود، این مد را مد لازم حرفی نامیده می شود و این کلمه بده برای تکمیل بیت است. مثال ها در اینجا ببینید، نون، نون و القلم و ما یسطرون. مثلا وقتی که ما این حرف رو باز کرده می نویسیم به این شکل معلوم می شود. نون، ببینید نون. خب نون یعنی که نون گویا که خود نون چی دارد؟ ضمه دارد و بعدا واو می آید و بعدا نون ساکنه. پس در اینجا چی رو می بینیم؟ حرفی واو رو می بینیم که واو مده هست و پس از واو مده سکون می آید، از سببی که نون گفته می شود. نونون یا نونن یا نونی گفته نمی شود. از این سبب است که در اینجا گویا که واو حرفی مدی ما هست. در حرف قاف هم وقتی حرف قاف رو ما گشوده می نویسیم، یعنی که نامی همین حرف رو می نویسیم، قاف الف فا می نویسیم، یعنی که گویا چی هست؟ قاف این گونه، قاف با فتحه و فا و این حرف میانش که هست این الف مده شد. صاد را هم وقتی که می نویسیم گشوده، صاد این گونه می شود، صاد. این حرف مابینش حرف مد هست و پس از اون سکون می آید. یعنی که در اکثر موقع های حرف های مقطعات آنها مخفف می باشند، یعنی پس از حرف مد سکون می آید. هست بعضی مورد ها، بعضی مثال ها برای مثقل، یعنی حرف مثقل که آنها پیش کرده می شوند، اما عموما هدف ما در همین صحیفه همین قدر هست که وقتی که ما حرف مد رو جستجو میکنیم در حرف های مقطعات، در حرف هایی که وقتی که آنها رو نطقاً می نویسیم عبارت از 3 حرف هستند، آنها رو باید ما حرفی گوییم و این چونین حرف مد در مابین همین 3 حرف می باشد. مثلا هر یکی از اینها رو که ما نوشتیم از 3 حرف عبارت است. نون هم قاف هم 1 2 3 حرف 1 2 3 حرف دارد. میگذاریم به صحیفه بعدی. در اینجا نظر کنید اکنون احکام حرف های مقطعات یا حرف های قرآنی به 2 بخش تقسیم می شود. ببینید در اینجا مد لازم حرفی. خب و این حرف هایی رو در نظر داریم که در اولی سوره ها می باشند. حروف و فواتح السور، حرف هایی که در اولی سوره ها می باشد و این عبارت از 14 حرف هست که در این بیت یا در این رمز جمع آوری کرده می شود. نص حکیم قاطع له سر یا نص حکیم قاطع له سر. خب مهمش همین است که در همین کلمه ها جمع آوری کرده می شود و در 29 سوره ها با وجود می آید یا پیش می آیند این حرف ها و این 2 حکم دارد یا به 2 بخش تقسیم کرده می شود. آن حرف های مقطعات، آن حرف های اولی سوره ها که حکمی مد طبیعی رو می گیرند، حی طهور، اگر باید داشته باشید ما این رو علاقه گذاشتیم، یعنی که حرف های ح یا طا ها را اینها تنها به 2 حرکت دراز کرده می شوند. وقتی که آنها رو ما در اولی سوره ها می بینیم تنها 2 حرکت دراز می کنیم، طا ها. خب و این دویم بخشش این جای اساسی هست برای درس امروزه. حرف هایی که در اولی سوره ها می آیند اما آنها رو ما باید که به 6 حرکت دراز کنیم. اینها نقص عسلکم،
در این رمز جمع آوری کرده می شوند. یعنی که وقتی که ما حی طهور را از این رمز که بیرون میکنیم، نقص عسلکم، این حرف باید که به 6 حرکت دراز کرده شوند. یعنی وقتی که اینها رو در اولی سوره ها میبینیم به 6 حرکت دراز میکنیم. مثلا الف حکمش جداست. لام آیا در حی طهور می آید؟ نه، در عسلکم می آید. پس لام رو ما باید دراز کنیم. الف لام میم. میم هم در همین جا می آید. هم لام و هم میم رو ما به مقداری 6 حرکت دراز کردیم. همین طور در کلمه ها یا در حرف های تا سین. تا از جمعی حی طهور هست، پس تا رو ما باید به 2 حرکت دراز کنیم. اینجا 2 حرکت می نویسم و این سین که هست 6 حرکت باید دراز کرده شود. پس این رو می گویم تا سین. صاد در نقاصا می آید، این رو باید 6 حرکت دراز کرده شود. مثلا کف ها یا، ببینید ها یا در حی طهور می آید، پس اینها رو تنها به 2 حرکت دراز می کنیم و باقی مانده حرف ها رو باید به 6 حرکت دراز کنیم. کف ها یا عین صاد. خب در اولی سوره مریم. خب پس به این 2 بخش تقسیم می شود تمامی احکامی حرف ها. تنها یک فرق یا یک نقطه رو که حالا نگذاشتید این است که در بین این مثال ها بعضی مثال های مخفف هست و بعضی مثال های مثقل هست. یعنی حرفی مثقل، حرفی مخفف. مثلا صاد رو الکی باید بدونید که این هست مدی لازمی. البته حرفی، این تمام این صحیفه درباره حرف ها هست، حرفی مخفف هست، چون که وقتی که ما صاد رو این گونه می نویسیم، صاد می بینیم که بالای دال سکون هست. سین هم همین طور هست. سین رو وقتی کشوده می نویسیم، باز کرده می نویسیم، این گونه می باشد سین. پس از حرف مد نونی ساکنه هست. پس در اینجا هم یعنی این هم مثالی چی میشد؟ مثالی مخفف. اما مثلا لام چی حکم دارد یا این میم چی حکم دارد، اینها رو در صحیفه های بعدی نظر میکنیم. میگوید کلاهما مثقل، یعنی که اشاره میکند به هم کلمی و هم به حرفی. میگوید که هر دوی آنها هم بخش مثقل دارند و هم بخش مخفف اگر ادغام نشود. یعنی که میگوید مخفف، هر دویش مخفف دارند اگر ادغام نشوند. یعنی که اگر حرفی ساکنی که پس از حرف مد قرار گرفته است با حرفی بعدی ادغام نشود، این مدی مخفف شماریده می شود. مثال و برای هر دوی بخش ها مثال داده می شود. این طرف برای مدی مخفف هست، مدی لازم یا کلمی باشد یا حرفی باشد. برای هر دو بخش ها در اینجا من مثال پیش کردم. مقصد این طرفش برای مخفف هست و این طرفش برای مثقل هست. خب مثال برای مدی لازمی کلمی مخفف این الان بود. به هیچ موردی دیگری در قرآن وجود ندارد. این رو معلقه گذاشتیم چون که اولا در کلمه قرآن هست، پس ما این رو چی میگوییم؟ کلمی میگوییم. پس از حرف مد سکون می آید، برای همین ما این رو مخفف میگوییم. پس این رو مد لازمی کلمی مخفف گفته می شود. اکنون این مثال برای مد لازمی حرفی مخفف که الکی من برای شما پیش کردم. قاف وقتی که این رو کشوده می نویسیم، قاف الف فا می نویسیم. صاد الف دال می نویسیم. میم یا میم می نویسیم. در تمام این مثال ها چی هست؟ مد لازم در حرف ها وجود می آید. پس ما میگیم مد لازم حرفی و چون که پس از حرف مد سکون می آید نه اینکه شده، میگوییم مخفف. و میمی که در آغازی سوره بقره هست، الف لام میم که میگوییم ذالک الکتاب پس از آن می آید. میم در اینجا حکم مد لازمی حرفی مخفف رو میگیرد. این رو مخفف می نامند زیرا تلفظ اون سبک هست و از تشدید خالی می باشد.
و در بخش بعدی اگر حرفی ساکنی که پس از حرف مد قرار گرفته است با حرف بعدی ادغام شود، یعنی که با لفظهای آسان اگر ما پس از حرف مدی اگر ما شده رو ببینیم، این مد مدی یا حرفی یا کلمی مثقل نامیده می شود. مثال برای مدی لازمی کلمی مثقل الطامه و الصاخه که الکه این رو گذاشتیم، می بینیم که پس از الف مدی ما خا داریم که مثقل هست، یعنی تشدید دار هست در اینجا، پس به 6 حرکت دراز میکنیم. پس از الف در الطامه میم مشدده می آید، پس در اینجا هم ما همین الف رو به مقدار 6 حرکت دراز میکنیم. و در این مثال بعدی، مثال برای مد لازمی حرفی مثقل لام می باشد که در اولی سوره بقره باشد. لامی که در اولی سوره، یعنی حرف های سوره بقره می باشد. و سینی که در آغاز سوره قصص باشد، چون که در اول سوره بقره اگر این رو من کشاده برای شما نویسم، ما چی داریم؟ الف لام میم. خب الف رو نمی نویسم چون که می دانید که الف بله از 3 حرف عبارت است، اما حرف مبنگیش حرفی مد نیست. لام رو می نویسم لام و بعداً چی می آید؟ میم. در اینجا ببینید چی می شود؟ می گوییم که لام از چی سبب در اینجا مثقل حساب می شود؟ از سببی که این میم در میم بعدی ادغام می شود. از این سبب است که گویا در اینجا این گونه می شود که این گونه به وجود می آید، این گونه شکل به وجود می آید. لام الف میم مشدد لام میم، چون که میمی ساکنه یکم در میمی که مکسوره هست دویم، چون که ادغام می شود این شکل به وجود می آید و از این سبب است که ما این رو چی می گوییم؟ حرفی مثقل می گوییم. و سینی که در آغاز سوره قصص هست، این سین هم طاسیم میم گفته می شود، از سببی که البته طا می دانید از حیون طهور هست. سین رو اگر من کشاده نویسم، سین این گونه می آید، بعد میم می آید. شما شاید فکر کنید که در اینجا از چی سبب؟ از سببی که در اینجا هم نون در میم ادغام می شود. این گونه سیم این گونه باید باشه سین میم. امیدوارم که دیدید، یعنی که سین نوشتم یا نوشتم میم یا میم. با سیم میم نون از بین می رود. از این سبب است که چون که پس از حرف مد در اینجا پس از یا ما چی می بینیم؟ شده رو می بینیم بالای میم. از این سبب است که در اینجا هم ما این رو حرفی مثقل می گوییم. خب در همین جا درس ما به پایان می رسد. امیدوارم که درس برای شما واضح باشد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.